در زمان جنگ شرمنده جمهوری تاجیکستان شرمندای تاجیکستان بیشتر از 2000 نفر بیشتر هجرت کرده بودند به خاک مقدس افغانستان. امروز شهروندان افغانستان دارن هجرت میکنن به هر گوشه. چرا بر خاک تاجیکستان و تاجیکستان یگان کریدوری باز نمیکند که همزبانای خود، هم دین خود، هم کیش خود، هم میهن خود را یگان چاره‌بینی دیده بتواند. از این جمله این سیاستمدار آلمانی برمی آید که شاید یک گفتگوشنید بین تاجیکستان و آلمان صورت گرفته است که آلمان پول بدهد به تاجیکستان تا اینکه تاجیکستان این یک مقدار از مهاجرین را در خاک خودش جای بدهد. اما اگر آلمان پول ندهد یا امریکا ندهد تاجیکستان قبول نمیکند. من زمانی بود یک عکس احمدشاه مسعود دیده بودم. در تو عکس یک شعر خیلی جالب نوشته بود که پیالا گرچه به طول جهان ویرانه میگردد، به وقت تنگ دستی رفیق بیگانه میگردد، به وقت تنگ دستی رفیق بیگانه میگردد. مشو هم صحبت نامرد که کام تلخ میگردد، مصیبت میکشد مردی که به نامرد میگردد. هرچند که مخالفی رحمان هستم، اینجا من میگم که آقای رحمان فرچنده که خودت با اسم پیشوای ملت میذاری و پیشوای تاجیکان میذاری، امروز در اون منطقه اونا هم تاجیک هستن، اونا هم فارس هستن. حداقل یک چاره‌بینی بکن که مثلا در جامعه در فارسی زبان ها شاید چهره خیلی خوب یادداشت شوی. اما هرچند که سیاستت غلیظ است، هرچند که سیاست فرسوده شده دوره، اما چرا یگان چاره‌بینی دیده نمیتواند برای مردم افغانستان که امروز در قنات‌های سمالات به چراها میشینند؟ امروز شنیدم اون مردی که وارد تاجیکستان شد گفت اونجا مردم بیسواد نبودن، در همون بالی هواپیما نشسته بودن، مردم با علم با تفکر بعضی هاشون بودن که میدونستن که چیشان، یعنی حالتی روحانیشون خراب شدگی است. چی میتونه تاجیکستان از مثل شما دو روشن فکر چی میتونیم پیشنهاد کنیم به تاجیکستان که حداقل حل مسئله همه چیز برکنار کرد که واقعا هر شب دارم تماشا میکنم عصبم خراب میشود، یعنی قلبم برای ملت افغانستان میسوزد. هرچند که خودم در مشکلی ام. شما میدونید هر جوانی که مبارز شد حق چه طلب کرد به چه روزها میاد، اما قلب کوچک من آرام نمیذارد که چی پیشنهاد کنیم، چی میتوانید شما پیشنهاد به مقامات تاجیکستان کنید که حداقل یگان چاره‌بینی دیده شود. این منظورم. سلامت باشد برادر عزیز صبوری. بسیار مسائل مهم رو برداشتید. ببینید دوستی عزیز، من درباره افغانستان در صحبت قبلی هم پیشنهادهای خود را کردم، از اون جمله به حکومت جمهوری تاجیکستان هم که حالا اولش که شما خیلی گفتید درها را باز کنن. البته درها را باز کنن به معنی اونه که هر کسی که میخواهد تاجیکستان بیاید، نه. تاجیکستان هم ظرفیت‌های محدودی خودش را دارد، شاید که از لحاظ اقتصادی نتواند همه را جابجا کند، اما مطمئن باشد که امروز جامعه جهانی آماده کمک به هر کشور همسایه هست که درهای خود را برای مهاجرین نیازمند افغان باز میکند. من 2 روز پیش بحث پارلمان آلمان را در پخش مستقیم تماشا کردم. اینجا برخلاف تاجیکستان ما در یک کانال مخصوصی دولتی تمام جلسه های پارلمان به طور آنلاین پخش می شود که مردم ببینن که دپوتات هایشون چی گفته ایستادن، چی خیلی بحث میکنن. در اونجا بحث افغانستان بود، هم حزب حاکم را تنقید میکردن، هم طرفداری میکردن. بعضی ها رهبر فرکسیی اگر اشتباه نکنم حزب خریستیان دموکراتی آلمان در سخنرانی خودش از سیاست‌های مرکل در عموم طرفداری کرد، اما گفت که ما آلمان نتوانسته ایستادیم به افغان‌های نیازمند بخصوص برای مهاجرت کمک کنیم و سوال گذاشت که چرا کشورهای همسایه افغانستان کمک نمی‌کنند و نام تاجیکستان را مخصوص آورد. یعنی رهبر فرکسیای یکی از قوی‌ترین فرکسی‌های پارلمان آلمان نام تاجیکستان را مخصوص آورد که چرا تاجیکستان کمک نمی‌کند. بعد یک جمله گفت
که من حالا میخوام این جمله رو دقیق کنیم که به چی خاطر گفت این سیاستمدار آلمان. گفت که ما حکومت آلمان چرا به طلب‌ها یا درخواست‌های حکومت تاجیکستان به طور کافی جواب گفتن نتونستیم که اونها مهاجرین افغان را قبول کنند. از این برمیاد، حالا من تحلیل کرده ایستادم، معلوماتی دقیق ندارم، از این جمله این سیاستمدار آلمانی برمیآید که شاید یک گفت و شنید بین تاجیکستان و آلمان صورت گرفته است که آلمان پول بدهد به تاجیکستان تا اینکه تاجیکستان این یک مقدار از مهاجرین را در خاک خودش جای بدهد. اما اگر آلمان پول ندهد یا امریکا ندهد، تاجیکستان قبول نمیکند. و شاید این سیاستمدار برای این تنقید میکرد که ما کمک لازمی را در وقت درخواست نکردیم. اما سوال اینجا با وجود میاد که اگر آلمان به تاجیکستان برای مهاجرین افغان را پذیرفتن کمک نکرد، شاید به دلیل آنکه از فساد گسترده در حکومت تاجیکستان آگاه هستند که اینها باز پولها را مثل اشرف غنی میدزدند و شاید به اون مهاجر افغان چیزی نمیرسد. شاید دلیل این باشد و شاید که یگان دلیل دیگر. اما آیا لازم است، شرط است که اول خارجی ها پول بتیند بعد ما قبول کنیم؟ کجاست اون انسانیگری، همسایگری و حداقل اون تاجیکگری ما که یک مقدار از مهاجرین نیازمند تاجیک را در خاک تاجیک افغانستان را در خاک وطنمون قبول کنیم، بگذار عددی محدود باشد، بخصوص بیماران، زنها، حداقل همون مقداری که افغانستان تاجیک را قبول کرد در سالهای هجرت. و اگر در همون حد اگر ما قبول کنیم هیچ کم نمیشد. افغانستان هم یک کشور قشاق بودن اما تاجیکان را بیرون نکردن. من وقتی در پارلمان بودن اصلا دیگه نمیخوام همین تعریف رو زیاد بگم، اما برای یادآوری که وقتی که در اون جنگ اولی که یک بار دیگر طالبان هجوم کرده بودن در کدام سالهای، یک قسمی از تاجیکان هم‌مرز با ما فرار کردن به تاجیکستان و در یک جزیره بین دریای 5 گرفتار شدن. همون وقت اونا درخواست کمک کردن. من سخنرانی داشتم، طلب کردم که بیاید همین کمک کنیم به همین مهاجرین، حداقل در این طرف مرز در یک لاگر در یک اونجا، ولی متاسفانه در همون وقت حتی به اون مردم کمک کردن نشد. و حالا بگذار این را به خود سیاستمداران تاجیکستان، منظورم حکومت، جواب بدهند که چرا درها را بستند و کمک نمیکنند. اما در اون قسمتی که از شخصیت ها دعوت شود، بخصوص این موقع اخیر درباره حمایت از یک حکومت همه شمولی که در آن همه قوم ها باشند، از آن جمله تاجیکا، ما این را 100% پشتیبانی میکنیم و شاید وقتی آن رسیده است، همون پیشنهادی که من کردم که از دیگر رهبران، چخیلی که الان لطیف پیدران در دوشنبه هست، از دیگر رهبران افغانی هم دعوت شود تا اینکه بیان در تاجیکستان و در اونجا سیاست ها را پیگیری کنند. و من حالا دیگر در این شرایط از این بیشتر برادر صبوری چیزی دیگر گفته نمیتونم. اما شاید ما همچون تاجیک، حالا اگر حکومت کار از دستش بیاد میکند، کرده ایستاده است، همچون تاجیک و تاجیکستانی به نظرم باید یک موقع مشخص بگیریم و کار کنیم که در افغانستان همسایه هر چیز زودتر یک صلح و ثبات دائمی برقرار شود. زیرا ثبات افغانستان 100% این ثبات تاجیکستان است. به ثباتی افغانستان به ثباتی تاجیکستان است. فرق نداره در افغانستان در حکومت کی هست و در تاجیکستان در حکومت کی است. امروز امامعلی رحمان در حکومت است، ما در اپوزیسیا. فردا اگر حکومت عوض شود، امامعلی رحمان رفت و دیگر کس آمد، بازم ثبات افغانستان و آرامش و صلح در افغانستان به نفع ملت ما و کشور ما خواهد بود.